عبدالرزاق و شما پیشنهاد اولیادارشوی کرده است. از چه سبب رد کرده؟ از سببی که وای به احساس دلی من بازی کردیم دیگه قبول نمیکنه. عین حال عبدالرزاق اگر چه ما رو تماشا میکند و شما پیشنهاد میکرد که بیا از خانه فرار میکنیم، چرا رد کرده؟ در یک خانه تاریک یک شلنگ باریک. چی؟ چه سبب؟ آخرین مرتبه کی گریه کرده بوده؟ فقط راستش رو بگید. برای کی؟ خواهش میکنم که بعد از تماشا یکم گپ قبیح ننویسین. اون جوان کیست که زود به در شما اومده به شما گل میاره؟ نام به نام بگویید که قرضای شما رو برگردونن. ام بلاک نوتی من کردی؟ نه که من کلان شدم. تو نه. تو نشد قدیما پرینتزیا داری؟ نه تو خطا فهمیدی. من نه خوانندگیم. خوشخبر برای مادران و اپاها. این همه تحفه‌های دیدین همینا برای شما. واتساپ که در روی اکران مدینه بانو می‌دارین در فبریک شما را رجیستراسیون میکنن، هم تحفه پولی به دست میارین، هم این تحفه‌های دیگر برای شما. خودی حاضر با واتساپ مدینه بانو بنویسین، شما رجیستراسیون شوین، از یک ماه از 80000 تا 150000 روبل معاش به دست میگیرین. نگفتن اونات که سین سال فرق نداره، برای شما یک تلفن موبیلی و واتساپ در کره که در جای نشست ایختون کار کنین. همین تجهیزات ها برای هوسمندگردانی شما که خود حاضر که نوار دیدین که در اومدن رجیستر شدین، در مدت 10 روز همین تحفه ها عیده سیما قبول میکنین. مرحمت با واتساپ مدینه بانو مراجعه کنین. دوستان عزیز، اگر شما میخواهید خط سرحد را عبور کنید، یعنی از سرحد گذرید، به شرکت باورنوک بخ مراجعه کنید. رقم ها در روی اکران. من درودی سرشار از مهر و محبت خود را اولا با کل تماشاگران کانال مهرپرو میرسانم که به صبرانه برنامه‌های جالب ما رو همیشه منتظر میشوند و تماشا میکنند. تشکر، یک جهان سپاس برای دستگیری‌های همه‌جانبه شما و بعداً شروع میکنیم برنامه چهره اینستاگرام. مهمانی برنامه ما هستند بسیار یک دختره که بسیار ستاره‌گر، یک دختره که در نوارهاش همیشه میتواند که لحظه ما رو خوش گرداند. با تمام چهره‌های شناخته اینترنت الکی که نوارهایش برآمده است، رولیک‌های تربیوی میکند و کوشش میکند که با فایده جامعه باشد و نسل نورس از او عبرت بگیرند. دوستان عزیز، این دختره که چوست و چالاکی با یک جهان استعداد نوتکرارش توانست که اینترنت بوده ها را قوی گرداند، مهمانی برنامه ما گشت. پیش از همه بیاید یک جای خوش آمدید میگوییم. شاید حیران شوید که این دختره که بسیار هم زیبا و خوش اندام کی باشد. شناس میکنم شادانه عبدالکریم زاده، دختری که توانست در یک مدت کوتاه وارد اینترنت گردد و در یک مدت کوتاه زود شناخته گردد. خوش آمدید به برنامه ما. خوشم، سلام علیکم. چیبا برای چخی؟ خوانندگیمون دیدن تمقلشان نشدی. اخ چه ما در کودکی ما قسم خوردم نکن. شما این چیزایی نمیتین؟ نه. اقلا 50% نمیتین؟ نه. کجا دبی؟ نه یا خونه و چات. ای دبی از اونتره. ای دکانه های من چی؟ گیسون کتا برو اینه دار سگ تابگی. شادانه، درباره شما اگر چند نوارها رو تماشا کرده باشند، ولی درباره حیات شخصیتتون کسی چیزی نمیدونن. ملال خاطرتون نباشد، اولا درباره خود کمی قصه کنید. چند ساله هستید؟ از کجا هستید؟ چه کسب و کار و مقصد مشغول هستید؟ من 22 ساله هستم، از ناحیه پنجکند. اندیختره شهری پنجکند. ختم کردم دانشگاه سال گذشته، دانشگاه ملی مالیه و اقتصاد، اکونومیستم. بانک اسکاتیا فعالیت بانکی خواندم. یک دختره که تماما سوحه‌ای که به اتمام رسونده است و از آن دیپلم دارد، با سوحه‌ای که امروز مشغول است تماما ربط ندارد. چقدر از اون دنیا به این دنیا وارد گشته؟ خیلی معقول بود، شوق داشتم. از کودکی سیامکا میکردم، تلفن می‌خریدم، سیامکا میکردم. یعنی ما گفتن می‌خواستیم که شادانه در سوحه اکونومیستی تحصیل کرده است، ولی ببینید که غیرت و کوششش رو که در سوحه اینترنت به حیث یک بلاگری شناخته الکی کار و فعالیت میکنند. اگر چند که سوحه‌هایش گوناگون هستند، تماما روابط ندارند، ولی علاوه بر این با یک استعداد میتوانند همه را قائل کنند. همینطور نیست؟ بله. شادانه جان، وقتی بلاگر شدید، پیش از همه خانواده چی گفتن؟ اول زید بودن، بعد خیلی دلشون یافتم. همون طرز دل یافتن چی بود؟ چی گفتید؟ خیلی گفتم من با معقول این چیز اجازتی هم. بعد خیلی گفتم. پدر، مادر، برادر؟ من در خانه کودکی کنجکیم، بعد خیلی دلشان هیچی نشد، مالی گفتم. شما در اویله نخواستن زیخ کنم. چند فرزنده؟ 2 بچه 2 دختر. شما فرزند خوری هستید؟ بله.
تشکر. همه پای زندگی و اویلا هستن. خودتون چی؟ اویلادور هستید؟ من اولی شما کردم. با فکرم خودسکورها اومده رفت کرده ایسا هستن نه خیلی شما کردم. میرین موضوع اساسی ما یک چیز هست. ما شنیدیم انیختش با ما گفتن که عبدالرزاق و شما پیشنهادی اویلادور شوی کرده است. از چه سبب رد کرده؟ از سببی که وای دیگه به اسمس‌های من جواب نداد. همین که او شناخته شد و به اسمس‌های من جواب نداد. شما هم پنجکندی هستید و عبدالرزاق هم زاده شهری پنجکند است. من یک تاجیکستانی در اصل گیریم. ولی ببینید که همون چی میشد که همون ازدواج میکردید و همدیگر میرسید. فکر میکنم که یک اویله خوشبخت شما میساختید. خیر نصیب نبود. حالا هم عبدالرزاق مجرد است اگر شانس دهد خواستگاری اوی راضی میشوید؟ نه تمام. برای چی؟ دیگه شانس نمیتونم. گفتم که باید جواب نداد به اسمس‌های من. این حال عبدالرزاق اگر چی ما رو تماشا میکند آخران پاسخی که شما به او گفتن میخواهید چیست؟ گفتنیم که به احساس دل من بازی کردی دیگه قبول نمیکنم. آها این همش یک شوخی بود. من دست وای کتی از نزدیک دیدگی نیستم. شناسم نیستم. یعنی که همچون همکسب اعتراف میکنید هنرش رو؟ خیلی بچه خوب است با در مدت کوتاه الکی همه میشناسن. اگر پیشنهاد کند که فعالیت کاریت رو با من ادامه میدهی بیا به دبی می مقصد کارمون رو ادامه میدیم راضی میشوید؟ بله چه بکنه. بهترین عبدالرزاق اگر که شما پارتنر میکنید در همون نوارهای خود شادانه راضی هستن که با شما نقش بازن. همین خیر؟ بله هم خیر. تشکر. و میگذاریم به سوال دیگر. در زندگی هم پستی هست هم بلندی هست. بسیاری ها پستی ها رو زیاد پشتی سر میکنند و بعداً به بلندی ها میبرند. شما راه های ناهموار زندگی رو طی کرده؟ خیلی در زندگی هم پستی هست هم بلندی. وقتی که در خانه آتا باچه هستن پستی و بلندی نیست. اما سلامتی و یا بودن و یا خودش یک نعمت یک دعوت است. من پستی ندیدم در زندگی. یعنی که پدر و مادر تکیه‌گاهی بی‌منیتی شما بودن و شما در زندگی عذاب نکشیدید. اگر نمی بودن چی؟ اگر نمی بودم عذاب میکشیدم. همین آسی همینجا بودن من همش و همون مهنت‌ها و بودن همون آتشه و آدم است. یکون رو تصور کردید که پدر و مادر روز از ما میروند از حیاتی ما میروند شما زندگی رو بدونی اون تصور میکنید؟ چه خیلی زندگی میکنید؟ من زیق میشم. من همین چیزا یکان ویدیو یکان کینو اگر تماشا کنم خیلی زیق میشم. نشاید از دست دادن نزدیکان. پدر و مادر رو دوست میدارید؟ به حد. اگر که من با شما شانس دیم در نواری ما به سوی پدر و سوی مادر یکان حرفی دلی خود رو میتونید که بگویید؟ بله میگم. مرحمت منبر از شماست. پدر و مادرتون ما رو خواه نخواه تماشا میکنن. دادا جان ای جان رحمت که هستن به حد نقص رو میبینم. تا وقتی که هستم نمیمونم که عذاب کشن. همون وقت من کتی بوده نموندن که عذاب کشم. آینده چیزی که دستم بیاد میکنم. پدر رو یاد میکنی؟ بله. تو جای خبر دارم پدر از شما دور زندگی میکنن در دولت دیگر. همین خدمت دا چی خیلیه زیاد وقتا خانه دا آچه و کودکان ها خیلی در دیگه دعوت ها هستن. این خیلی است. به حد یاد میکنم آتامم دادمم. هرچی بیاین هرچی زودتر به وطن برگردن به نزدی فرزندان و همسرشون که شما منتظره. همین خیر؟ تشکر. با چی کسب و کار مشغولن؟ بیزنسمن. یعنی تجارتکار. بله. تشکر. سوال دیگر میگویند که دوست داشتهاتون بعدی اون که خواستگاری میآید و از خانواده شما جواب رد میشنود و شما پیشنهاد میکنید که بیا از خانه فرار میکنیم. چرا رد کرده؟ یعنی شما با اون جوان فرار نکرده؟ خیلی اگر که من او کتی یک جای میشنم با پگه یک همسایه میگفت که این دختر دیدی خیلی کتی کدام میرفت. یعنی از تربیه پدر و مادر برآمد. شما آبروی پدر و مادر اولا فکر کرده؟ اکثریت دختران رو من میدونم که این چیز رو فکر نمیکنن. بعد داده خود رسیم برای ما کفایه گفته همین خیلی حالت رو زیاد شنیدم.
خیلی همه شدم. این در حیات شما دوچار شد، یعنی که شما با اون جوان فرار نکرده. چی رو بیشتر پیش نظر آورده؟ نخواستم که و یا زیق شوند، خوننگی زیق شوند. یعنی نخواست که اشکی چشم پدر و یا اینکه مادر از چشمانشون برای فرار کردن شما بریزد، یا اینکه آبروی اون کس در نزد محل و دهه و خشتبار بریزد. همین چیز رو فکر کرده. آفرین میگیم و فکر میکنم که همون عاشقی که به شما نرسید امروز خانه‌دار شد. نه. تو خود مجرد است؟ نمیدونم تشنه. نمیدونم. یعنی عشق شما پراکنده شد و رفت. همین نگفتن تمام. یعنی شما تکیه به سخنی پدر و مادر میکنید برای انتخاب آینده شوهر؟ خیلی روزی انتخاب در دست خودم. اگر معقول شود اون جوان من خواهم و یا هم میگم نمیدونم. بهترین. ولی تو امروز پیدا کرده؟ نه. نه خود تو امروز یگون جوانی چیزی چولو که قامت بلند خوش سیاه پیدا نشده باشد؟ پیدا نشد. اگر پیدا شود روزی میشه؟ بهترین. تشکر. شادانه ما شنیدیم که شما باید به خارجه میرفتید، در اونجا تحصیل میکردید، در اونجا یک عمره مقصد که زیست و زندگانی میکردید، ولی چی سبب شد که یک عمره مانع شد نرفتید؟ سبب کووید بود. کووید شد که همون سبب شد که من نتونستم رفتن، نمیموندن، کسری زیاد شد. کووید از بین رفت، راه شده شدن، چرا باید دوباره نرفتید؟ من عادت کردم در اینجا، دوست و نزدیکان پیدا کردم، دیگه نخواستم. دوستان نزدیک شما از عالم اینترنت اگر نظر کنه کیو هستن؟ مهیا زکیه. از بچه ها چی؟ از بچه ها شما. تشکر. باز کی؟ از بچه ها زیاد هستن. فهمی دیشه باکی شفچه دوست نزدیکم. بهترین. و شما با اینها علاقه نوارهای خیلی هم تماشاباب کرده و امروز از همکاری با اونها شده؟ شد هستم. آدمای خوبن. بسیار آقا بین همین بلاگران مناقشه می شود، بدبینی می شود، بعد آخرا می بینی که مناسبتشون قطع شده است. با کدومی آنها گپش مگریخت؟ نه با یگانتشان. همه شرکتی سازیم. یعنی که همکاری ادامه دارد. این حال شما در گروه کلینچک ها کار کرده ایستادید، همراه مهیا و زکیه. یعنی که شما در حقیقت در همین گروه ماندنی یا که یگان ماندنیم؟ پیشنهاد دیگر شاید می روید؟ نه. انیق؟ اگر یک تمام بس کنیم همه بس میکنیم. و شما کوشش میکنید که از جانب شما خطاگی نشود؟ خطاگی نشود. تشکر. من با شما یک چیزان پیشنهاد میکنم. اگر دونستید ما آفرین میگوییم، اگر ندونستید شما جریمه میشوید. در یک خانه تاریک یک شلنگ باریک. چی؟ چه قسمه؟ دلتون رو دور نبرید، این چیستون است. حالا اگر فهم جوابش رو کو شاید به خود نفرت کنید. خیلی حاضیم. در یک خانه تاریک خوب است یک شلنگی باریک. چیست؟ همین زپسکا نباشد با شما در یادتون نیست می در سیمفوی در سیمفوی ها در یادم هست، در سیمفوی 3 همین وقتای کودکی، وقتای مکتب خوانی هم خیلی چیستان بود. حتی در همون کتابی که در زمان کودکی میخوندم همین چیستان ها بودن و اکثریت گمان میکنن که یک چیزی بی معنی است تو خیلی، لیکن من فکر میکنم که چیزی بی معنی نبود. چی میگن همون را؟ زماسکا. چی؟ زپاسکا. یعنی همون خسک که در دنیا همین است، همون رو شلنگ باریک میگن. ببینید که همون رنگدوند اوج علاقه شبی تاریک است و در داخل همون یک شلنگ. خوب تشکر. البته ما با این جواب گرفتیم، یعنی شما دونسته. سوال دیگر، آخرین مرتبه کی گریه کرده بودید؟ فقط راستش رو بگید. برای کی؟ سوال عجیب است. خیلی آدم خالی میشود. کی رنجانده بود؟ کی رو یاد کرده بودید و برای چی گریه کردید؟ همین یک موزیکای چی یاسمین خوانده بود اون با البته اونجا بی‌وفایی بود. نه بی‌وفاییش نه، تگیش چی بود؟ دادا جان گفتم میخونه که همون در آتا من یاد کردم. همون وقت گریه کرده بودم، اشک بزندم. یعنی که شما پدر رو یاد آوردید. تشکر. با دوست باوری دارید شادانه؟ خیلی اگر دوستی جانی باشد نه. و تو امروز شما با دوستی که در حقیقت در دوستی
ба дӯст боварӣ доред? агар дӯсти ҷонӣ бошад бале чӣ ба ки не. дарди дили худро гуфтаед? ҳо гуфтагӣ ҳастам. ва дӯстони шумо ана ҳамон суханҳои шуморо меқапанд дар худ ё ин ки фош мекунанд? Меқапанд ки гуфтам. яъне шумо бовар доред? саволи дигар, ба шумо гул меоранд? ха дар ягон вақтҳои муҳим ид инаи бесповода неда баъзе вақтҳо. он ҷавон кист ки зуд ба дари шумо омада ба шумо гул меорад? шумо хи? бача тема кадӣ. ман зану фарзанд дорам гапро нагӯ. биё ошкор гап зан, он ҷавон кист? ихе ҷавон нест, не ки мумкин баъд пайдо шавад. ҳамин рози савол ҷавоб мана тамошо ки на ягон ҷавон пайдо шавад, аммо нест. яъне ки имрӯз ҷавонҳо гул мебиёранд ё ин ки пул меоранд? инаша надидем оле. ҳастанд дар дуни гулҳо $100 хе наш бошад чӣ хенас? боре нагирифте? Не. худо хоҳад ки баъди барномаи мо ба дасти шумо мерасад ва ҳатман сторис кунем. тамом. шодона, ба шумо пешниҳоди хонадоршавӣ кунанд чӣ ҷавоб мегӯед? мегӯм ки хай иҷозат деҳ ман корамро идома диҳам, дугонабозиамро давом диҳам, баъдам ҳамсаритон мешавам, ҳамин хел? мегӯм хай иҷозате. хай сёмка кардан иҷозати охи смени контент мекунем. во беҳтарин. оҳ ҷавоне ки дар тақдири шодона ҳастӣ, оянда блогер ҳастӣ. возвращаем на чӣ мегӯянд дар майдони блогерӣ мо шуморо мунтазирем. ташаккур. дар ҳаёт аз чӣ метарсед? муҳтоҷи як одам шудан, муҳтоҷи як кас шудан. чӣ магар бори муҳтоҷ шуда будед ки метарсед? не муҳтоҷ нашуда будам, мо хай намехоҳам. ташаккур. дил додаед? ҳастанд ку дил бой медиҳӣ, ҳамон дила ҷавон додем мешавад. шикастан. дила надодам, мали соҳиби дил пайдо нашуд. дила додам шикастан гуфтед ку? хай дила як вақто шикаста будам. яъне ки дигар пайдо нашуд нафаре ки он дилро ба даст гирад? не дигар пайдо нашуд. дилро табобат кунад? хеле пайдо мешавад бо муддати замон. чаро шумо пинҳонкоред? яъне ки ҳама чиро ошкор гуфта наметавонед, пинҳон мекунед сири дили худро. не чизе ки асоси ман гуфтам ҳамаша. ҳамин хел ҳастед? ҳамин хел ҳастам. кадом хислати худро дӯст медоред? бекина ҳастам, ягон чи хафа намешавам. кадомашро бад мебинед? зуд хафа мешавам. раҳмат ба он нафаре ки дар ҳақиқат хислати бади худро мегӯяд. бисёре мегӯянд ки хислати бад надорам мегӯянд, лекин ҳамаи мо хислати бад дорем. ташаккур. саволи дигар, душман доред? не душман нест. хай дар як кафкӯбӣ пурмағз мезанем бари онҳое ки дар ҳақиқат душман надорем мегӯянд. дар ин замона ман фикр мекунам ки одам бедушман намешавад. хоҳ нохоҳ агар ки як зани хонашин ҳам бошад, дар атрофаш як нафар ӯро ҳатман бад мебинад. вале шумо бо як дили пур гуфта истодаед ки ман бедушманам. каф мекунем барои одами бедушман. саволи дигар, спонсор доред? не. ин қадар расход, ин қадар либосу ороишот аз кадом ҳисоб мешавад? аз ҳисоби аввал хонангиё буд, рӯзи хам меҳнат мекунам, меёбем. яъне ки реклама мекунам, блогер ҳастам, дили пур кати имрӯз духтарҳо ҳамин хел мегӯянд, шумо ҳам? не ман ҳама кати як хел ҳастам. не мақсад ки аз ҳисоби пули даромади худ ба худ хароҷот мекунед? аммо хеле аст. ташаккур. боре шумо худатон қалб шикастаед? ягон нафарро гапи сахт гуфта бошеду баъдан пушаймон шуда бошед? хай мешуд баъзе ҳолатое ки дили ягон каса шикастагӣ ҳастам, лекин хай бо баъде ки мешкардам бахшиш мегӯм, дили ҳамодама меёбам боз. то ҳол аз нафаре бахшиш напурсидед барои ки дилашро шикаста бошед? не бахшиш мегӯм, гуфтам ку агар ман ягон хатокӣ кунам, аз ҷониби ман хатокӣ бошаду виноват ман бошам, бахшиш мегӯм. ин ягон ҷои айбаш нест. қарз доред? не. аз шумо қарз доранд? бале. минбари мо озод аст, метавонед ки ба қарздорҳои худ гап занед, ном ба ном бигӯед ки қарзҳои шуморо баргардонанд. ам блакноти ман кадӣ? закия, муҳайё, номашон чизе бошад. агар шумо аз шодона қарздор ҳастед, биёед, шарм надоред, оварда диҳед. ҳамин хел? хай закияву муҳайё небуд ва ё оварда медиҳанд қарзро? инҷо шуда намонад, не?
تشکر. نه شوخی میکنیم آیا میدونم. و در آخر میتونید که یکون شعر زمزمه کنید یا اینکه سرود بیسرایید. به تو خورشید جهان سوز مباد، هم به تو چراغی عالم محفوظ مباد، با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. حلاوت برده، بسیار هم صدای شیرین داره. اگر شما رو با رشته آوازخوانی دعوت کنن رد نکنید، رد کنید، چشم میرسه. صدایم خاص. تشکر. و در آخر بهر تماشابینی ما چی گفتن میخواید؟ رحمت که هستن تماشا میکنن. بعد یک چیز دیگه گفتنی بودم که بعد طاقت کنن تماشا کنن. بعدی که همین ویدیو منتاج میکنن من خواهش میکنم که بعد از تماشا یکم گپی قبیح ننویسین دوستان عزیز. من باور دارم با تماشابینی خود و اصلا گپی قبیح نمینویسن، در حالی که مهمان با قبلی که ما رو احترام کرده به منبر ما میاد و در دل میکند و زندگیش رو قصه میکند نباید سخنی بد گوییم، زیرا که در خانواده فرزندان پدر مادر یا خشتبار حتما این نوار رو تماشا میکنند و کامنتاریاش رو چشم میدوزن. چی لازم است که دختر رو پیش نزد خشتبارش کرد؟ گپی پست و قبیح رو همه ما گفته میتونه، لیکن من فکر میکنم که لازم نیست. آره من میدونم که برای چی مینویسن. نه خواننگاش چی نمیگه دیگه آمد شیش شون نکدگی آمده بچه‌ها کتی که حرف زدشته. فکر میکنم که هر یک مهمان میآید خواند خواهد زهری زبان زده میشود. یگان 5 ساله آینده ده الکی هم عادت میکنن و میبینید که کودکان پدر و مادران حتی بلاگر میشوند و امروز چشم میرسد الکی دیده ایستادیم. مقصد چی است؟ مقصد ما کارهای بی‌معنی نشون نمیدیم، یعنی زندگی خود رو قصه میکنیم، چی بگن صحنه‌های تربیوی پیشنهاد میکنیم که عبرت به جامعه ما شود. پس بیایید در این دنیای دوریزه دست یکدیگر رو بگیریم و یکدیگر اتفاق باشیم. زیر نواری که شما تماشا میکنید فقط سخن‌های خوب رو از شما انتظاریم. همین طور نه؟ فقط لایک подписаться فراموش نشود. ویدیوی نو اجداد کنن. و نگفتن ماند که در اینستاگرام 24 ساعت به قول شادانه فعال هستند. میتوانید که با اینستاگرام اون نفر ابونه شده همه روزه نوارهای تربیوی او رو با گروه کلینچکو تماشا نمایید. همین طور نه؟ تنسیت خاطر جمع باشید تا برنامه بعد. خیر.